پیمان فیلم مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه‌های اجتماعی. استاد محترم، میرسیم به یک سوال دیگه که خیلی ها ما میبینیم که روزه میگیرن اما نماز که به عنوان ستون دین ازش یاد میکنیم ادا نمیکنن. اینا در قسمت ایگون اشخاص حکم چگونه هست؟ حکم اسلام چی از در رابطه که یک چنین اشخاص در اعمالشان چه کارهایی را باید بکنن و این روزه بر از اینا تاثیر میگذاره یا نمیگذاره؟ این روزه را میگیرن ولی نمازها را نمیخوانن. حتی در مواردی دیده شده که روزهای جمعه که تمام امکانات برشون میسر هست، علاوه از اینکه نمازهای پنجگانه را که نمیخوانن و اما حتی روزهای جمعه را هم نمازشون نمیخوانن. فلحاظا میخوایم در این رابطه از شما بشنویم. مهربانی استاد. جزاکم الله خیرا. سوال خیلی مهمی را کردید که همیشه از ما در این مورد سوال کرده میشه. اول بسیار تأسف است، بسیار جای تأسف است که یک بنده مسلمان روزه را میگیره و نماز نمیخوانه، در حالی که نماز یکی از جمله عبادت های است که در هیچ مرحله تا وقتی که انسان دارنده عذر شرعی شوه و این نماز ترک بکنه، حتی در موقع جنگ و جهاد که با کفار داری که خیلی شرایط سخت و ضیق است، در مطور حالت هم از تو نماز نساقط نمیشه، بعد در مطور موقع هم نماز بخوانی و هر قدر انسان مریض میشه تکلیف برش پیدا میشه، اما به اندازه توانایی و طاقت باید نماز بخوانه. اگر استاده خوانده نمیتونه، نشسته باشه، اگر نشسته نباشه، خواب باشه، لیکن به اشاره نماز بخوانه، پس کوی خواب بکنه و به اشاره نماز خود بخوانه. نماز یکی از جمله عبادت های است که نمایندگی از اصل اسلامیت یک انسان میکنه، به خاطر که عقیده امر مبطن است، در قلب انسان پنهان است. یگانه چیزی که اظهار ایمان انسان میکنه نماز است. از امو خاطر الله سبحانه و تعالی نماز بعد از کلمه شهادتین بزرگترین عبادت شمرده. و چطور نباشه رسول الله صلی الله علیه و سلم مهمان عزیز الله سبحانه و تعالی میگرده. بزرگترین تحفه که در این حالت میمانی برای پیغمبر داده میشه نماز است. از امو خاطر است که هرگاه نماز انسان به وجه درستش قایم بکنه دیگه همه امورش آسان میشه. و الله سبحانه و تعالی فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان حتما از همه چیزا آدم نگاه میکنه به شرطی که نماز باشه. اینطور اشخاصی که نماز نمیخوانه اگر به طریق دوام باشه که هیچ نماز نخوانده باشه، بازی آدم کافر شمرده میشه. در زمان صحابه کرام ترک کردن هیچ عبادت و عمل کفر شمرده نمیشد بدون نماز. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید العهد الذی بیننا و بین الشرک ترک الصلاة. آن چیزی که مانع است در بین ما و در بین شرک او ترک نماز است. یعنی ترک نماز یکی از جمله اموری است که فرق میاره در بین مسلمان و در بین مشرک. از او خاطر اگر کسی به طریق دوام نماز ترک میکنه او کافر است. از او خاطر هیچ نوع عبادتش به نزد الله قابل قبول نیست، چرا که شرط اول قبولیت عبادات عقیده توحید الله سبحانه و تعالی است، یعنی نه کافر شدن است. چون به ترک نمازی در دایره کفر داخل شد، اعمال صالح ازی هباء منثورا هست، یعنی گردبادی است که در هوا پراگنده شود و هیچ چیزی نباشه. از او خاطر روزه گرفتن ازی هم هیچ کدام فایده برش نداره. اما بعضی کسایی هستند که بعضی نمازها را میخوانه خو گاهی ترک میکنه. به همچو برادرها خو و به همچو اشخاص اول توصیه ما است که نماز خود بخوانه، چرا که عبادت نماز خیلی اهم است از عبادت روزه کرده. پس از او خاطر اهتمام نماز زیاد داشته باشه به نسبت روزه. اگرچه هر عبادت در جای خود منزلت و مقام داره، اما نماز چون که اینطور عبادتی است که فراگیر است، عام است و در یک شبانه روز 5 مرتبه ما مامور میشیم به این عبادت. از او خاطر اهتمام این عبادت کردن ای از شان یک مؤمن است.
خب بس اوقات اگر کسی تنبلی میکنه نماز نمیخوانه، باید بدانه یک ترک نماز بدون عذر شرعی ای گناهش از زنا کرده هم زیاد است. یک آدم اگر زنا میکنه گناه داره، نماز ترک کردن، یک نماز ترک کردن از گناه، از زنا کردن گناهش زیاد است بدون عذر شرعی. به خاطر گفتم بس اوقات عذر شرعی است. عذر شرعی البته فقط در حدیث مصروف شدن پیغمبر علیه السلام در جنگ خندق بود که کفار آنقدر تیراندازی ها را شروع کردن که یک لحظه موقع را برای پیغمبر علیه السلام و صحابه ندادن که او نماز برپا میکردن. از او خاطر از پیششان قضا شد و بعد از اون مرتب او را قضا آورده. در دیگه یک موقع پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز ترک نکرده. از امو خاطر است که آیا نماز قضا داره یا نداره. اگر کسی امو طور میشینه برو پسان قضا میخوانم، راجح قولی است که قضا نداره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دو صورت امر کرده که نماز پس خوانده شود، ولیکن او قضا نیست، اداست. یکی آدم خواب برد در هر وقتی که از خواب بیدار شدی امو وقتش است، یعنی تو رسم مثل که نماز در وقتش خوانده باشی. و یکی هم که فراموش کنه انسان نماز زمانی که در یادت میاد باید نماز بخوانی، این تو رسم مثل که در وقتش نماز خوانده باشی، چون که عذر شرعی است، از ناحیه خود بنده نیست. نسیان یا فراموشی هم در اختیار بنده نیست و همچنان خواب در اختیار بنده نیست. از او خاطر این آدم نماز در وقتی که بیدار میشه و در وقتی که دادش میاد امو وقت بخونه. این قضا گفته نمیشه، این اصلی ادا هست، الله مثل ادا شمار میکنه. در غیر از او در یک موقع اجازه نیست که اگر آدم بگه ما در کورس هستم، یعنی در دفتر هستم، ما در دکان مصروف هستم، ما در موتر هستم، ما در زمین هستم، برو پسان نماز قضا میارم. این گپ قطعا نادرست است. در یک مورد حدیث توری قضا آورده نشده. از او خاطر این برادر توصیه ما است که اینطور اشخاص که یا نماز بخوانه. بله اگر نماز بس اوقات نخوانده، تغافلی کرده، تکاسلی کرده، اصلا جاهل است از انجام ترک نماز. اگر جاهل نمی بود حتما میخوان. خب بازم روزه میگیره، بله روزیش میشه. روزه عبادت علیحده است، تعلق به نماز نداره. هر عبادت جایگاه خود داره، اما در صورت دوام اگر نماز قضا میشه در او صورت از دایره اسلام خارج میشه. اعمال نیک ازی بعد از او هیچ کدام حیثیتی نداره، به نزد الله کدام اعتباری نداره. سبحان الله. جزاکم الله خیر. و ایاکم. اپلیکیشن رادیو اسلام پیمان را در پلی استور سیستم اندروید تلفن هایتان به فارسی با نام رادیو آنلاین اسلام پیمان دریافته و شنونده رادیوی اسلامی و 24 ساعته شوید. پیمان فیلم مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه‌های اجتماعی